توافق صلحی که با میانجیگری دونالد ترامپ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان حاصل شد موجب خشم شدید تهران شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد از پیامدهای منفی هر گونه مداخله خارجی در مجاورت مرزهای مشترک نگرانه. مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای هم به این توافقنامه واکنش نشون داد. علی اکبر ولایتی گفت این گذرگاه نه به دالانی در مالکیت ترامپ بلکه به گورستانی برای مزدوران ترامپ تبدیل خواهد شد. او گفته ایران با روسیه یا بدون روسیه مانع کریدور آمریکایی در قفقاز میشه. این ابراز خشم دو دلیل عمده داره. اول اینکه جمهوری اسلامی طی 35 سالی که از استقلال ارمنستان و آذربایجان میگذره نقش یک میانجی رو در مناقشات دو کشور داشته، اما سلسله تحولات 6 ماه اخیر همه با محوریت آمریکا و تا حدی هم ترکیه بوده و جمهوری اسلامی به طور کامل از این معادله کنار گذاشته شده. و دلیل دومش هم اینه، مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی، جاده‌ای که تا همین دیروز با نام کریدور زنگزور شناخته میشد، یک مسیر حمل و نقل زمینیه که آذربایجان رو به منطقه خودمختار نخجوان وصل میکنه. با وجود این مسیر آذربایجان میتونه بدون نیاز به گذر از ایران به ترکیه و اروپا وصل بشه. یا به عبارتی برقراری مسیر ترامپ مترادف با قطع کامل مرز ایران و ارمنستان و وابستگی کامل تهران به باکو برای صدور محصولاتش به اروپا. حجم ترانزیت کالا از ایران در سال گذشته 22 میلیون تن بوده و در صورت شروع به کار مسیر ترامپ این رقم قطعاً افت چشمگیری خواهد داشت. اما شاید دردناکترین جنبه مسیر ترامپ برای جمهوری اسلامی اینه که آمریکا قراره به مدت 99 سال مالکیت و مدیریت بر این مسیر ترانزیت رو بر عهده بگیره و با کمی اغراق قراره بشه همسایه شمالی ناخواسته ایران. بنابراین تهران علاوه بر باکو باید با واشنگتن هم مستقیما سر و کله بزنه. اما در یک چارچوب گسترده‌تر صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری دونالد ترامپ نقطه عطف مهمی در آسیای میانه محسوب میشه و میتونه به افزایش چشمگیر نفوذ واشنگتن در منطقه‌ای که دهه‌ها حکم حیات خلوت مسکو رو داشت منجر بشه.